وطن عزیز ما افغانستان با وصف کهسار بودنش سرشار از منابع طبیعی و زراعتی می باشد. هوای گوارا و اقلیم گوناگون آن این امکان را می دهد که در جغرافیای کوچک، کشت، باغداری و مالداری با کیفیت خوب و فارغ از هر نوع مواد کیمیایی را داشته باشد و بهترین و لذیذترین میوه‌جات، سبزیجات، حبوبات و لبنیات را عرضه نماید. انار، انگور، تربوز، خربوزه و ده‌ها میوه ما در منطقه و جهان شناخته شده و مشهور است. میوه‌جات خشک افغانی از ده‌ها سال بدین سو در بازارهای بین المللی به ویژه اروپا وجود دارد و بنابر لذت خاص علاقمندان خاص خود را دارد. ترویج کشت گل گلاب به منظور دریافت عصاره عطر یکی از دستاوردهای نوین زراعتی است که در گوشه‌های مختلف کشور رونق گرفته و مالداری نیز با وصف ضعف اقتصادی و کمبود علفچرها هم آهسته آهسته توسعه و گسترش می‌یابد. از 10 سال بدین سو از جانب وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان نمایشگاه بزرگ محصولات زراعتی افغانستان سال 2 بار در بادامباغ کابل برگزار می شود. در این نمایشگاه صدها غرفه از سراسر کشور گشایش می یابد. زارعین، باغداران و تاجران برای معرفی و دریافت محصولات زراعتی به بادامباغ می روند و هزاران تن با خانواده هایشان از این نمایشگاه دیدن می کنند. نمایشگاه بادامباغ نقش ارزنده در ترویج محصولات زراعتی و بازاریابی دارد که حالا در کشور و منطقه شناخته شده و به عنعنه ملی مبدل گشته است. افغانستان پس از سالهای زیاد برای نخستین بار این امکان را دریافت تا محصولات زراعتی خویش را به صورت مستقیم در نمایشگاه بین المللی زراعتی برلین به نمایش بگذارد. نمایشگاه برلین که سالانه با حضور ده‌ها کشور از سراسر جهان در آلمان با امکانات وسیع با تکنولوژی مدرن برگزار می گردد، بزرگترین نمایشگاه جهانی شمرده می شود که افغانستان در آن برای بار اول حضور پیدا کرد. در اینجا کشورهای شرکت کننده علاوه بر معرفی محصولات زراعتی به تبادل تجارب و بیان فرهنگ‌هایشان می‌پردازند. در نمایشگاه برلین فرهنگ‌های مختلف مردمان با موسیقی و غذاهای ملیشان به بینندگان پیشکش می‌شود که توجه بینندگان را به خود معطوف می‌دارد. افغانستان که برای نخست مهمان و عضو نمایشگاه برلین بود، توانست در فرصت کم غرفه ملی خویش را با عرضه محصولات زراعتی عمدتاً میوه‌جات خشک ترتیب و به نمایش بگذارد که مورد علاقمندی خاص بینندگان قرار گرفت که هر بیننده مایل به شناخت محصولات افغانی بود.
هیئت افغانی با ریاست محترم اسدالله ضمیر وزیر زراعت، آبیاری و مالداری در نمایشگاه برلین حضور و سهم فعال داشت. هیئت افغانستان با کسب تجارب خوب و خاص از نمایشگاه برلین توانست با امکانات محدود در نمایشگاه برلین شرکت موفقانه داشته باشد. مارکت اروپا بهترین تولیدات که در جهان است، بالخصوص که ما تولیدات عضوی باشه، ارگانیک باشه، تقاضا بسیار زیاد برش وجود داره. ما میتونیم با آسانی داخل مارکت اروپا شویم. قسمی که اینجا ما از چند جای مشاهده کردیم و اشخاصی که آمد از غرفه افغانستان دید، وقتی که میشنویدن که اکثریت محصولات ما بدون استفاده از مواد کیمیایی کشت میشه، دلچسپی زیاد داشته. نمایشگاه بین المللی زراعتی برلین فرصت عالی بود که افغانستان در آن فرآورده‌های خوب زراعتی خویش را به نمایش گذاشت و ماهیت اصلی زراعت و امکانات زارعین و باغداران افغانستان را به جهانیان تبارز بدهد. جای خوشی است که ما در این سهم گرفتیم. واقعا وقتی که می‌بینیم با هزارها نفر در هر روز میاین و از غرفه ها دیدن میکنن، اما تصویری که راجع به محصولات افغانستان نداشتن به وجود میآید و این خودش یک مارکتینگ است که ما میتونیم معرفی کنیم محصولات افغانستان و مهم تر از این چی است که بر ما یک درس شد که در آینده چی فرصت هایی که فعلا ما متوجه از اون میشیم از او استفاده کنیم با یک آمادگی بهتر و خوبتر تا بتونیم رقابت کنیم با دیگه تولیدات کشورهای دیگه. نمایشگاه برلین این امکانات و فرصت را مساعد ساخت تا افغانستان طی سالهای بعدی در نمایشگاه برلین و سایر نقاط جهان بهتر بدرخشد و زمینه‌های عالی و وسیع کسب تجارب زراعتی و تکنولوژی مدرن را به دست آورد و زراعت افغانستان را به سوی خودکفایی و صادراتی جهانی سازماندهی، رهبری و همکاری نماید.